در قریم زیر نظارت روسیه بازنشستگان برای دریافت نفقه خود نوبت‌های طولانی را انتظار می‌شوند و نمی‌دانند که بعد از سردرگمی‌های حکومت نفقه خود را می‌گیرند یا خیر. بعضی نفقه‌خوران با روزنامه‌نگاران تهدید کردند که در این باره ننویسند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قول داده است که هنگام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان از این کشور حمایت خواهد کرد. رحمان و حامد کرزی همتای افغانی وی درباره گسترش همکاری‌ها یک سلسله اسناد را به امضا رساندند. رحمان از جمله رهبران کشورهای منطقه است که برای شرکت در جشن نوروز به کابل رفته است. در مسکو گروه از افراد در نزد بینای وزارت ساختمان بر ضد طول کشیدن ساختمان خانه‌های خصوصی اعتراض کردند. آنها مقامات را متهم کردند که نتوانستند این وضع را اصلاح کنند. اعتراضگران گفتند که 12 سال پیش پول ساختمان خانه‌ها را پرداخت کرده بودند ولی تا حال خانه نگرفته‌اند. در قرقیزستان تقریبا 30 نفر به اعتراض برآمدند و تقاضا کردند که قانون قبول شود و بر اساس آن شخصیت‌هایی را که در دوره قرمانبگ با قیف کار می‌کردند از مقام‌هایشان برکنار گردند. تا حال پیشنویس 3 قانون در این باره تهیه شده است. در پیشاوری پاکستان تاجران دکان‌های خود را بستند و به اعتراض برآمدند زیرا خطر به امنیت آنها بیشتر شده است. کسبکاران وقتهای اخیر از جانب گروه‌های مسلح ربوده و شکنجه می‌شوند. بزرگترین بازار سبزیجات شهر 3 روز بسته شد. در تاجیکستان یوزف بلاتر رئیس فیفا سال فوتبال عمومی را در چهارچوبه برنامه‌های این نهاد افتتاح بخشید تا فوتبال برای کودکان نیز دسترس باشد. وی در نشست مطبوعاتی در دوشنبه راجع به دورنمای رشد فوتبال تاجیکستان صحبت کرد. یک روز پیش بلاتر با امام علی رحمان رئیس جمهور ملاقات و در بازی دسته‌های استقلال دوشنبه و رخشن کلاه حضور یافت.